پاییزه و هوا رو به خنکا رفته و همه چیز داره تغییر میکنه. آخرای تابستون با من همراه شدی از نقطه صفر این روایت ساختن یک شی معنادار برای زهرا، از یه شیشه داروی کوچیک و بامزه. وطن ایده اصلی ساختنش بود و حالا در این قسمت چند قدم آخر مونده تا رسوندنش به آغوش زهرا و فاطمه. اگه دوست داری بدونی چطور به این نقطه رسیدم، میتونی قسمت‌های قبل رو ببینی. حالا بیا فکرهام رو بلند و بلندتر بهت بگم. اینکه وطن چیه؟ وطن کجاست؟ وطنی که تا اسمش رو میشنویم حلقه های کوچیک و بزرگ اشک تو چشمهامون حلقه میزنه و هر کدوممون رو یاد چیزهایی میندازه که بی اندازه دوستشون داریم. حالا وطن سرزمین مادریه. اگه آدم‌ها، آسمون، خورشید و موجوداتی که دوستشون داریم و دوستمون دارن رو از اون سرزمین بگیریم، باز هم میشه گفت وطن. برای شما رو نمیدونم، ولی برای من نه. وطن برای من قلب اونهاست. وطن برای من قلب اون چیزهاییه که دوستشون دارم و شاید اونها منو دوست داشته باشن. شاید قلب اون جیرجیرک یک روزه است که تمام سال زیر خاکه. شاید قلب پیرزنای محلمونه. شاید قلب اون درخت محبوبمه. قلب خیلی ها و خیلی ها. وقتی اینطوری بهش نگاه میکنم، دلتنگی و غربت رو بیشتر میفهمم. بهتر شوق برگشتن به آغوش اون سرزمین رو درک میکنم و عمیقاً قلبم برای اونهایی که در این فراق به سر میبرند فشرده میشه. حالا که وطن رو برای خودم اینطوری معنا میکنم، حالا کارم یکم راحت تره تو نقاشی کردن. فرم‌های شبیه به قلب رو در بستر فرش آبی رنگی قرار دادم که پناهگاه و خونه اون ریشه های بنفشه ها و بابونه هایی باشه که پیشتر فکرشو کردم. نشونه کوچیکی هم وسط این شیشه قرار دادم. نشونه ای که برای من نماد حمایت و عشق خواهر زهرا فاطمه است به اون و دوست داشتم تا همیشه پیشش باقی بمونه. شما که غریبه نیستید. این ایده واقعا قلبمو گرم کرد. حالا میگم کاش قلب زهرا رو هم گرم کنه. تو غربت یا دوری از این خاک. و ای کاش همه یه روزی به خونه برگردند. کاش این خاک پر بشه از موندنها و خالی بشه از بوسه های خداحافظ.